بخش اول. چه چیزی موجب انگیزه مردها می شود؟ هیچ جمله‌ای کاملتر از این نیست. مردها موجوداتی بسیار ساده هستند. اول باید این جمله را درک کنید تا هرچه در مورد مردها می‌خوانید برایتان قابل فهم باشد. بعد از آگاهی و دریافت این موضوع در مورد مردها، لازم است 3 حقیقت مهم دیگر را هم بدانید. مردها به وسیله هویتشان، کاری که انجام می‌دهند و درآمدی که دارند، انگیزه حرکت می‌گیرند. فرقی ندارد که یک مرد مدیر یک شرکت باشد یا یک کلاهبردار و یا هر دو. هر کاری که انجام می‌دهد در پشت عنوانش نهفته است. اینکه چه کسی است و چگونه آن عنوان را به دست می‌آورد. به این معنی که حرفه او چیست و برای کاری که می‌کند چه پاداشی دریافت می‌کند. به این معنی که چقدر درآمد دارد. ژن و ذات مردانگی ما مردها از این 3 اصل تشکیل شده است. 3 دستاوردی که مردها قبل از انجام هر کار در زندگی باید به دست بیاورند. مردی که با او قرار ملاقات دارید یا ازدواج کرده اید، تا وقتی در این زمینه‌ها به هدفش برسد به قدری سرش شلوغ است که نمیتواند کاملا روی شما تمرکز کند. در مورد این موضوع فکر کنید. از وقتی یک نوزاد پسر به دنیا می آید، همه اطرافیان دائم می گویند چه کارهایی باید بکند تا تبدیل به یک مرد واقعی شود. به او یاد می دهند که محکم و قوی باشد، بتواند کشتی بگیرد، از کوه بالا برود، موقع زمین خوردن بدون گریه بلند شود. به او یاد می دهند که باید کار کند، کارهای روزمره را انجام دهد و خریدها را از داخل ماشین به خانه بیاورد. زباله ها را بیرون ببرد، برف پارو کند، چمنها را کوتاه کند و وقتی به اندازه کافی بزرگ شد شغلی پیدا کند. به او یاد می دهند که از مادر و خواهر و برادرهای کوچکتر مراقبت کند و مواظب خانه و خانواده باشد. او را تشویق می کنند تا نام خانوادگی را زنده نگه دارد و از خودش شخصیتی بسازد که وقتی وارد جایی می شود همه بفهمند او کیست، چه شغلی دارد و درآمدش چقدر است. او تمام این موارد را فقط برای یک چیز آموزش می بیند: مردانگی. این احساس حتی بعد از بزرگ شدن پسرها باز هم تغییر نمی کند. البته بیشتر مواقع شدیدتر هم می شود. تمام توجهش روی این است که ببیند چه کسی است، چه کاری انجام می دهد و درآمدش چقدر است. تا وقتی این کارها را انجام می دهد به زن، تشکیل خانواده و سر و سامان گرفتن فکر نمی کند. یعنی تا وقتی این 3 مورد را با هم نداشته باشد به گرفتن خانه، بچه یا تشکیل زندگی مشترک با کسی فکر نمی کند. این موارد دقیقاً برای من هم به این شکل بود. یادم هست در اوایل سن 20 سالگی، زمانی که تازه از کارخانه فورد اخراج شده بودم، چقدر غمگین، مایوس و ناراحت بودم. پیش از آن هم از دانشکده اخراج شده بودم و حالا بدون درآمد و پشتوانه حتی نمیتوانستم از خودم مراقبت کنم، چه رسد به خانواده. همین موضوع مرا نسبت به آینده خودم بلا تکلیف کرده بود. چه کار باید میکردم؟ چقدر درآمد داشته باشم و کارم چه باشد؟ همه عناوینی مانند فارغ التحصیل دانشگاه و بازرس فورد تمام شده بودند. نداشتن شغل یعنی تقریباً هیچ شانسی برای داشتن یک درآمد خوب. نمیدانستم چطور باید درآمد کسب کنم. مدتی زمان برد تا بتوانم خودم را پیدا کنم. انواع مختلف شغل‌ها را امتحان کردم. مدتی در یک قالیشویی مشغول به کار شدم. مدتی دیگر در کار فروش فرش و قالیچه بودم. چند مدت در یک فروشگاه لوازم بهداشتی فروشندگی کردم و بعد هم در یک شرکت بیمه مشغول به کار شدم. دیوانه‌وار سعی داشتم زندگیم را سر و سامان دهم. تشکیل زندگی مشترک آخرین فکری بود که در ذهنم داشتم.
یک شب خانمی که قبلا برایش کارهای طنز می نوشتم مرا تشویق کرد تا به انجمن کمدی محلی بروم و برای برنامه تازه کارها ثبت نام کنم. خودم می دانستم که احساس شوخ طبعی دارم. در یک دوره با نوشتن مطالب طنز برای مجلات و بازیگران درآمد بسیار کمی در حد چند دلار به دست آورده بودم. اما نمیدانستم چطور باید این استعدادم را برای به دست آوردن یک شغل مستقل به کار ببرم. اما این خانم چیزی را در من میدید و میخواست که من روی صحنه بروم. من هم وارد عمل شدم و البته موفق هم شدم. از این کار $50 کسب کردم. اگرچه اکنون این مبلغ زیاد نیست، اما آن موقع که من بی پول بودم این $50 برایم به اندازه $5000 ارزش داشت. $50 برای شوخ طبعی. ضمناً به من قول داده بودند که اگر در مسابقه هفته بعد هم برنده شوم $50 دیگر هم میدهند. فردای آن روز به یک چاپخانه رفتم و $15 از پولی که گرفته بودم را برای چاپ کارت ویزیت برای خودم پرداخت کردم. روی کارت ها به غیر از شماره تلفن این عبارت هم نوشته شده بود: استیو هاروی، بازیگر کمدین. گرچه کارت ها کیفیت چندانی نداشتند و روی آنها برجسته نویسی نشده بود، اما همان کارت های ویزیت نشان میداد که من استیو هاروی هستم و استعداد خاصی در اجرای نمایش طنز دارم. هنوز مشخص نبود چقدر درآمد خواهم داشت، ولی اینکه چه کسی هستم و چه کاری میکنم کاملا مشخص بود. اگر مردها به دنبال رویاهای خود نباشند، اگر به دنبال چه کسی هستم و چه کاری انجام میدهم و چقدر درآمد دارم نباشند، کارشان تمام است. مرده‌اند. ولی وقتی احساس می‌کنیم رویاهایمان در حال شکل گرفتن هستند، دوباره روح در وجودمان دمیده می‌شود و زنده و سرحال می‌شویم. از وقتی که یک کمدین شدم، همیشه آماده بودم به عنوان بهترین قدم به صحنه بگذارم. حتی امروز اهمیتی ندارد چقدر خسته هستم، فرقی ندارد چه اتفاقی در زندگیم میافتد. من هنوز هم میتوانم کار کنم و هرگز تلاشم را متوقف نخواهم کرد. چرا؟ چون هر روز صبح وقتی از خواب بیدار میشوم میبینم که رویاهایم در حال محقق شدن هستند و من هم هر روز آنها را عملی خواهم کرد. چه این رویا در رادیو و برنامه صبحگاهی استیو هاروی باشد، چه تلویزیون همراه با برنامه‌های متنوع و چه روی صحنه با نمایش‌های زنده. کاملاً واضح است که من چه کسی هستم. استیو هاروی. مشخص است که چه کاری را انجام می‌دهم. کار نمایش طنز. درآمدی هم که دارم درست بر طبق همان چیزی است که همیشه آرزو داشتم و می‌خواستم. حالا دیگر می توانم به خانواده‌ام، رنگ دیوارها، فلز سقف‌ها، صندلی‌های چرمی، حیوانات خانگی، ماشین‌های داخل حیاط و شهریه دانشگاه فرزندانم توجه کنم. همه چیز مرتب است و کسی کم و کسری ندارد. می توانم از عهده مخارج خانواده‌ام همان گونه که می خواستم و برای آن تربیت شدم بر بیایم. اکنون من از نظر خانوادم یک مرد کامل هستم و این یعنی من شبها با ذهن آرام میخوابم. همه مردان این انگیزه را دارند. چه بهترین بازیکنان تیم بسکتبال آمریکا باشد، چه بهترین مربی فوتبال در روستایی دور افتاده یا رئیس یکی از شرکت‌های برتر آمریکا، یا نانوای یک محله کوچک یا رئیس اتحادیه و یا پسر ولگرد محله. اصولاً ژن و ذات مردها این گونه کدگذاری شده که باید تأمین کننده و محافظ خانواده باشند و همه کارهایی که می کنند در جهت تحقق همین موضوع باشد. اگر مردی بتواند از نظر مالی خانه ای را بخرد و یا اجاره کند، به معنای این است که می تواند از خانواده‌اش در مقابل محیط خارجی مراقبت کند. اگر مردی استطاعت خرید یک جفت کفش برای فرزندش را داشته باشد، از اینکه او را با سربلندی به مدرسه می‌فرستد احساس اعتماد به نفس می‌کند. اگر قدرت خرید گوشت داشته باشد، اطمینان پیدا می‌کند که می‌تواند خوراک خانواده‌اش را فراهم کند.
همه اینها خواسته های مردان هستند و اگر کم و کسری در آن وجود داشته باشد به اندازه کافی احساس مرد بودن نمی کند. مهمتر از همه این که ما مردها دوست داریم همیشه نفر اول باشیم. میدانیم که قرار نیست ما همیشه و همه جا مدیریت کنیم، اما جایی درست در درون زندگیمان همیشه دوست داریم کسی باشیم که بقیه نسبت به او پاسخگو هستند، چون این مسئله برای من خیلی مهم است. ما مردها دوست داریم از خودمان تعریف کنیم و دائم بگوییم من بهترینم. به نظر نمی رسد خانم ها چندان اهمیتی به این قضیه بدهند، اما برای ما مردها چطور؟ واقعا مهم است. پس از رسیدن به این هدفمان باید به بقیه ثابت کنیم که به چه دلیل خودمان را برتر می‌دانیم. ما مردها باید بتوانیم بهترین بودنمان را به دیگران و مخصوصاً خانم‌ها نشان دهیم. اگر غیر از این باشد پس بهترین بودن چه فایده‌ای دارد؟ شما و همه خانم‌ها باید این موضوع را بدانید، زیرا باید درک کنید چه عواملی موجب انگیزه مردها می شود. چرا مردی در خانه نمی ماند؟ چرا همه وقتش را در محیط کار می گذراند؟ چرا تمام وقت به فکر پول درآوردن است؟ زیرا در دنیای خودش مردان دیگر او را با توجه به اینکه چه کسی است، کارش چیست و چقدر درآمد دارد قضاوتش می کنند. این قضاوت مستقیم روی اخلاق او تأثیر می‌گذارد. اگر او در جایگاهی که خودش می‌خواهد قرار نگیرد یا در مسیری که می‌خواهد باشد نباشد، نوسانات روحی او به خانه و شما برمیگردد. اکنون درک می‌کنید که چرا قادر نیستید او را بنشانید و بدون دغدغه با هم صحبت کنید. اکنون ذهنیت او در مورد کار طاقت فرسا برای شما روشن‌تر می‌شود. در واقع همه چیز به همان سه اصل محرک او مرتبط است. پس وقتی درگیر چنین دغدغه‌ای باشد و هنوز تکلیفش با خودش مشخص نباشد که چه کسی است، کارش چیست و چقدر درآمد دارد، احتمالاً نمیتواند برای شما همانی باشد که خودش تمایل دارد و این یعنی شما نمیتوانید مرد باب میلتان را در کنارتان داشته باشید. اگر همه فکر و توجهش روی این باشد که چطور درآمد داشته باشد، چطور به موقعیت شغلی بهتری برسد و چطور همان مردی باشد که خودش دوست دارد برای تو باشد، نمیتواند کنار شما بنشیند، حرف بزند و یا در مورد ازدواج و انتخاب شریک مناسب با شما رویا پردازی کند. بر مبنای تجربیات من این واقعیت ها برای اغلب خانم ها چندان مورد قبول نیست. بسیاری از خانم ها تصور می کنند اگر واقعا مردی شما را دوست داشته باشد پس حتما می توانید به دنبال رویاهایتان با او باشید. برای شما استحکام و ثبات رابطه اهمیت زیادی دارد، اما ترجیح می دهید بنیان و اساس روابطتان را همراه با یکدیگر بنا کنید. اما باید بدانید که این روش در مورد مردها جواب نمی دهد. مردها به دنبال پاداش هستند و اگر در جایگاهی از زندگی که می‌خواهند قرار نگیرند، امکان دارد ضرورتاً آن پاداش شما نباشید. برای ما مردها تمرکز همزمان روی دو موضوع کاری غیر ممکن است. متاسفانه ما اینقدر استعداد نداریم. دقت کنید، نیازی نیست که مرد حتما از همین الان درآمد چشمگیری داشته باشد. او تا وقتی که مطمئن شود رویاهایش محقق می شوند، عنوانش برایش معلوم است، موقعیت کاریش هم در جایی است که می خواهد باشد، اطمینان دارد که درآمد دارد، پس خیالش راحت است که در شرف تبدیل شدن به همان مردی است که دوست دارد باشد. دقت کنید، نیازی نیست که مرد حتما از همین الان درآمد چشمگیری داشته باشد. او تا وقتی که مطمئن شود رویاهایش محقق می شوند، عنوانش برایش معلوم است، موقعیت کاریش هم در جایی است که می خواهد باشد و اطمینان دارد که درآمد دارد، پس خیالش راحت است که در شرف تبدیل شدن به همان مردی است که دوست دارد باشد. شما می توانید به او کمک کنید تا برای رسیدن به اهدافش روی رویاهای خودش متمرکز شود. آنچه می خواهد ببیند را ببیند و برنامه‌هایش را پیش ببرد. سعی کنید خودتان را هم جزئی از برنامه‌های او بدانید.
بعد به طور جدی آنها را دنبال کنید، زیرا مرد وقتی به سطحی از موفقیت که در نظر دارد برسد خوشحالتر و سرحالتر می شود. در نتیجه می تواند شما را هم خوشحال کند.